3117 سقط شده سرکوبگر که 2427 نفرش رو بنیاد شهید امور ایثارگران شهید اعلام کرده. خبری است که توسط کانال‌های حکومتی در تلگرام پخش شده و این روزها من و تو ایرانی که در خارج از کشور هستیم خشمگینیم، چرا که 2 هفته است اینترنت ایران قطعه و خبرها قطره چکانی میاد. این را بدانید، با اعلام این خبر توسط من و خود رژیم با کانال های تلگرامی خواستم بهتون بگم که بچه های ایران با دست خالی این تعداد سرکوبگر رو سقط کردن، هرچند که فکر میکنم بیشتر از این آمار باشه و رژیم ترسیده. و این رو هم بدونید، هیچ ایرانی حاضر نیست روی خون بچهش پا بگذاره و با رژیمی تا دندان مسلح و جنایتکار معامله کنه. حتی اینکه این رژیم پول تیر از خانواده ها میگیره و یا میاد میگه که کارت بسیج صادر میکنم براتون که اعلام بکنید اسرائیلیا در خیابان ها فرزندانتون رو کشتن. باز هم هیچ کسی نمیکنه. چرا؟ چون ما مردم ایران آدم های دیروز و 2 هفته قبل و 1 ماه پیش و 1 سال پیش و 1401 و 98 و 88 نیستیم. چیزی برای از دست دادن نداریم و فقط یک هدف داریم: آزادی ایران و بازگشت خاندان ایرانساز و پر افتخار پهلوی. همونطور که همه مردم در خیابان ها میگوین این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. میمیریم، میجنگیم، ایرانو پس میگیریم. بین ما و این حرامزاده ها دریایی خون فاصله است. نه میبخشیم و نه فراموش خواهیم کرد. با یک شعار به فرمان پادشاه در خیابانهای کشور: جاوید شاه.